یک باور قدیمی وجود دارد که میگوید اگر دستتان را داخل فلز مذاب چند صد درجه فرو ببرید نمیسوزید. بعضیها حتی ادعا میکنند میشود با دست خالی به فولاد مذاب ضربه زد. در ظاهر عجیب است، چون فلز داغ باید فوراً پوست را بسوزاند. آدام و جیمی تصمیم گرفتند این موضوع را آزمایش کنند. آنها سرب را تا حدود 725 درجه فارنهایت گرم کردند تا کاملاً مایع شود. چون هیچ کدام جرأت نمی‌کردند مستقیم امتحان کنند، ابتدا یک سوسیس را در آب فرو بردند و خیلی سریع داخل سرب مذاب زدند. سوسیس بلافاصله تیره شد و ذرات داغ سرب به آن چسبید. چیزی که روی پوست انسان می‌تواند به سادگی باعث سوختگی شدید شود. بعد دما را به حدود 850 درجه رساندند. جیمی این بار دستش را کاملا خیس کرد و خیلی سریع در سرب مذاب فرو برد. برخلاف انتظار پوست نسوخت، فقط کمی احساس گرما داشت. آدام حتی برای لحظه کوتاه کل دستش را داخل فلز مذاب برد. حسش شبیه فرو بردن دست در آب جوش بود، اما بدون آسیب. اما چرا در این شرایط سوختگی اتفاق نیفتاد؟ به خاطر اثر لایدنفراست. وقتی آب به سطحی بسیار داغ‌تر از نقطه جوشش برخورد می‌کند، فوراً تبدیل به بخار می‌شود. این بخار یک لایه نازک و موقتی محافظ بین پوست و فلز ایجاد می‌کند و نمی‌گذارد حرارت در همان لحظه به پوست برسد. البته این پدیده فقط برای کسری از ثانیه مؤثر است. کوچکترین تأخیر، کاهش رطوبت پوست یا هر حرکت اشتباه می‌تواند موجب سوختگی شدید و دائمی شود. فلز مذاب انرژی حرارتی بسیار بالایی دارد و این نوع آزمایش‌ها فقط در شرایط کنترل شده و حرفه‌ای انجام شده‌اند.